خدایی که شنوا هست دنبال کر میگردی؟ چرا خدایی که قادر هست دنبال ضعیف میگردی؟ چرا خدایی که مهربانه ارحم الراحمینه منتظر بنده است؟ میگه و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. وقتی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده من از تو در مورد من سوال میکند که خدای من کجاست؟ فانی قریب، من بسیار نزدیکم، از شارگ گردنم به اون نزدیکترم. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جوانی که دستش صادقانه بذاره تو دست من او رو نجات میدم و به سوی اعلای علیین و پیش خودم او رو میکشونم، چه زنده باشه و چه بمیره، چه مشکل داشته باشه چه نداشته باشه. ولی مشکل اینجاست که ما تا زمانی که عیش و عشرت داریم و عروسی داریم از خدا غافلیم و با شیطان ها میرفتیم و میزنیم، ولی وقتی گوشه بیمارستان افتادیم میگیم ای خدا تو رحم کن. بعضیا که بی انصافات توی بیمارستان افتاده خدا نمیکنن، یا امام رضا یا امام رضا یا امام علی یا عمر. ای بی انصاف، این لحظه هم از خدا فراموشی؟ ما هیچ کسی رو به عنوان حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به عنوان استعانت و کمک قبول نداریم و شرک میدونیم اگه کسی به نیت کمک بخواد. شرک یعنی این دام و رخنه شیطانه. جوان مواظب باش، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. تقرب الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، خودت رو به خدا نزدیک کن در هنگام خوشی تا خدای متعال هنگام غم دست تو بگیره. چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد بشر تغییر حالت میدهد خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد. وقتی چه کاش برگشت خود میخواد قبله رو سوراخ کنه. قبلا کجا بودی؟ وقتی که ماشین میخواد به حرکت بیفته و بارونش بکنه اون موقع دیگه الله میگه، الله این الله دیگه الان فایده ای نداره. هر لحظه انسان باید با الله باشه تا خدای متعال من کان لله کان الله له. هر کس از آن خدا باشه خدا میگه منم از آن اویم، من تو چشمشم، تو قلبشم، تو روحشم، تو روانشم، تو دستشم، تو پاشم. حتی اگر بخواد گناه بکنه نمیذارمش گناه کنه. بیاییم جوانان خدایی بشیم، بیاییم از شرک دوری بکنیم و بیزاری بجوییم. من در نصیرآباد برای جوانان همین رو صحبت کردم اونجا در مورد ارمغان‌های بعثت نبوی. یکی از اونها توحید و خداپرستی بود که انسان به خدا برسه. این اولین دام شیطانه. چی اولین دام شیطان؟ شرک. راه مبارزش قرآن عظیم الشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. الله اکبر. اینجا دیگه بت و خدا نمیکوبه، اینجا لات و هبل و عزا رو کار نداره. علما نشستن الذین اسم موصول برای ذوی العقول به کار میره، برای کسانی که عقل دارن و انسانن. ان الذین، همانا کسانی که، انسانهایی که تدعون من دون الله، اونها رو دعا میکنید، میگید یا محمد، یا عمر، یا حسین، یا امام، عباد امثالکم، اونها هم بنده هستن مثل خود شما، هیچ فرقی ندارد، میخورند، مینوشند، زندگی کردن تو دنیا و مردند. انک میتون و انهم میتون. ای محمد تو هم مرده هستی و دیگران هم میمیرند. فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. پس دعا کنید اونها رو اگر میشنوند. تا حالا شده بشنوه؟ دنبال چی بیگردیم؟ این آیه قرآنه، میگه عباد امثالکم، نمیگه حجرون، نمیگه مدرون، نمیگه روزتون، قبرون، میگه ها بندگانی مثل خود شما.
انسان بودن. انسان از انسان دیگه چرا بندگی بکنه؟ به قول اقبال آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد. این بی‌بصیرته. گوهری داشت ولی نزد قباد و جمع کرد. او ز اخلاق غلامی ز سگان خوارتر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. سگ سرش پیش سگ سرخم نمی کنه. ما بریم پیش یک انسان هم نوع خود ما او رو به عنوان معبود قرار بدی؟ آیه بعدی ما کان لبشر، این آیات قرآن ها، حدیث نیست که بگید فلانه. ما کان لبشر، هرگز درست نیست برای یک انسان ان یعطیه الله الکتاب والحکم والنبوه، اون بشری که خدا به او کتاب داده، حکمت داده، پیامبری داده، بزرگواری داده، ارجحیت داده، فضیلت داده، قدرت داده. این انسان حالا میخواد پیامبر باشه، امام باشه، خلیفه باشه، هر کس چی بگه؟ ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من دون الله، بگه ای مردم، ای پیروان من، ای مقتدیان من، شما بنده من باشید نه بنده خدا. این آیات قرآنه. قرآن الکی حرف نمیزنه، میفهمد که در آخر زمان انسانهایی میاد که خدا را ول میکند و دنبال بندگان خدا میافتد. اینجاست که هشدار میده ولکن کونوا ربانیین، خدا پرست باشید، فقط از الله بترسید، در خلوت، در جلوت، در تاریکی، در ظلمت، فرقی نمیکنه. این اولین دامه. پس مواظب باشید. راه مبارزش هم قرآنه. اگر قرآن رو بلد باشیم انشاءالله. درود شریف نهاد بفرمایید. خسته نشید، شاهنامه آخرش خوشه. هنوز با شما جوونا میخوام تصفیه حساب کنم امشب. دام دوم، از دام سوم به بعد دیگه حسابی حرف ما با جوانها شروع میشه. دام دوم بعد از شرک دام بدعته. سبحان الله. اینقدر در احادیث در مورد بدعت ما احادیث بسیار بزرگی داریم. کل بدعت ضلاله، پیامبر میفرماید هر بدعتی گمراهی. بدعت یعنی چی؟ یه نوآوری در دین، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، چیزی که جزء دین نیست ما بگیریم جزء دین بکنیم، مثل بدعت. اصلا تعبیر بهتری بکنم، بدعت یعنی مهر خدا رو جعل کردن. در دولت‌های امروزی اگر کسی مهر یک انسان رو جعل بکنه حداقلش 2 سال زندانی داره، حداقل. اون کسی که مهر خدا رو میخواد جعل بکنه، اصلا بدعت یعنی بنای حکمرانی و حکومتی بالای حکومت. جوونا یه چیزی میخوام بهتون بگم، هر کس که مجرده و حتی متأهله، شما میرید یک جای مهمان میشید میترسید که مبادا احتلام بشید، شیطونی بشید، جنوب بشید، به اصطلاح خواب ببینید، میترسید اینجا آبم نیست. فقط کافیه موقع خواب روی قلبتون اینجا بنویسید عمر. متوجه شدید؟ از امرو لباس رو قلب نوشت عمر. اگر کسی نوشت عمر و شیطونی شد، فرداش بیاد گردن خیرشاهی رو بزنه. این یه واقعیته. البته یه شرط داره، باز نه که فردا بیاد گردن منو بزنید. هر موقع که بیدار شدید در وسط شب، از خواب بیدار شدید میخواستید 2 مرتبه بخوابید، 2 مرتبه بنویسید، این یادتون نره. ولی اگر کسی نوشت عمر، واقعا شیطونی شد، گردن من حاضره. البته این قول من نیست، من نقل قول میکنم، این قول استاد بزرگوارم، عارف بزرگ، حضرت مولانا محمد عمر سربازی. تکبیر. ایشون اون زمان بیان کردن که هر کس که نام عمر رو بنویسه، چون که پدر شیطان جرأت نمیکنه نزدیک مرد عمری